حالا چیز آماده است نه؟ بله آقا. اینا رو هم باید بگیرم زود برایم. علی از موضوع بیادر خود چقدر خبر شده ایره نمیفهمم، اما اینا رو نباید اینجا بانیم جان. از اکرم کدام خبر آمده؟ چی کده؟ خبرهای خوش آوردی یا نه؟ علی مرده یا نه؟ نه اویگار زنده است و دیگه که و داتام گم است. چطور امکان داره؟ ما به خاطر که اونا با هم دشمن شون، ما با کوچکترین جزئیات پلان آماده ساخته بودم. چطور امکان داره؟ آقا کرد 100% او کار خراب کرده. در بین ما آمد و پلان ما را با خاک یکسان کرد. حالا چی میکنی اویگار؟ برای همیشه یک پلان دوم می باشه. علی خواد مرد، سیفدار هیچ کسی از پیش ما گرفتن نمیتونه. خدایا چی میشه ای بار علی خوش و خندان بیه. نمیفهمم زنگ بزنم. نه حالا حتما دو بیادر گپای زیاده بگفتن دارن. به هر صورت باز خود علی برم زنگ میزنه. سفتا آدم بعد از سالا بیادرش پیدا کرده، باز چرا به تو زنگ بزنه؟ آی اما من کم از که از تشویش دیوانه شو. علی من توکچه آی خداوند لعنتت کنه. توکچه جانم توکچه اینا چی است؟ هیچ. یعنی چی که هیچ؟ کی اینا را برات داده ها؟ هر کس که داده باشه داده. با تو چی؟ یعنی چی که با تو چی توکچه؟ چی که دیگه قدر پول به دست آوردی؟ منظورت از این گپا چی است ها؟ خیرت است؟ کدام منظور بدی ندارم، فقط پرسان کردم. کی قدر پول به تو داده دختر؟ مرا آرام بان سیفته. نمیمونم. اینقدر پول هیچ کس ناق به کسی نمیته. چی کردی برم بگو. حالا توکچه بگو برم. حالا باید به تو هم حساب بتم؟ بله باید برم حساب بتی. پس شو از سر ریم. توکچه همینجاست.
از دینا آیستا پایین چه بچه نادب که میفتی بچه. سلیمان کل نان خود خلاص میکنه که یک آدم کلان شوه. سلیمان، علی، سلیمان، علی، سلیمان. به یاد دارم بیادر. خدا و راستی که به یاد دارم. اینجا اتاق ما بودم تو نیست؟ اردوی ما. تخت ما ده اونجا بود؟ تخت تو هم ده اونجا بود. من یگان وقت بسیار گپ میزدم. تو را بسیار عصبانی می ساختم. نمیموندم خو کنی نه؟ بیادر من همیشه از تو کده خورد می باشم به خاطر که من که کلانم شم تو کلانتر میشی. هیچ وقت نمیتونم به اندازی تو باشم. منتظر ما باش چی میشه بیادر یک جای کلان شوی. حالا اشتو کن وقت خو است. حالا دیگه من برات میگفتم خو شده که بس است. همیشه قار میشدم سرت. حالا طفلا میریم که پدرتان منتظر است. سلیمان سلیمان علی حالا بچه‌ای موتر آورده شما کجاسته؟ بیادر اول من بالا میشم بیازه میتونم از تو کده تیزتر بالا شما. او روز ما کلگی ما به کدام جای می رفتیم؟ کل ما را یک جای به چکر زدن می برد. اینم بس نشدم. بعدن هم او حادثه شد. مادر و پدرم سلیمان به یاد نمیارم. یادم رفته. آی انسان قسم یک چیز چطور فراموش کردم انسان بیاده. سلیمان تو زیاد خورد بودی. حتی من کل چیز قسمی که به یاد می داشتم به یاد ندارم. شاید همراهی قسم یک درد فقط همین قسم مقابله کده می تونستی. اما حال به یاد میارم لالا. گویا همی که تو را دیدم پرده که سالا بالای چشمایم بود از بین رفته باشه و او سلیمان را که پشت پرده پد شده بود بعد از سال اولین بار است میبینم. بله هی توکچه استاچو گپ میزنیم. استاچو سیفدا تو از حدت میگذری. مرا لطفا آرام بان. هنه باید برم بگی پولا را که برات داده باید بفهمم. حالا با تو چی تو چرا قدر به تشویش هستی؟ واضح گپ بزن. اگه به پول ضرورت داری بگو من برات میدم. تو چی گفته میری ها؟ تو چی چتیات گفته میری؟ رفته بسیار آدم بد میشی. متوجه هستی توکچه؟ سیفدا درست است. معذرت میخوایم اما تعقیب کردن به تو ایت نمیزیبه. پشت مرا ایلاکو لطفاً. توکچه به خاطرت به تشویش هستم چون گپ نمیفهمی. یک انسان قدر پول یک دفعه چطور بعد استورده میتونه؟ کسی کدام کار به زور سرت کرده؟ نه که سرت در کدام بلا رفته؟ چرا نمیخوای برام قصه کنی؟ من پیشت هستم. هر چیزی که باشه پیشت هستم. تو چیزی نیست که با هم نتونیم حلش کنیم. اگه ما نتونیم باز یک بار به علی میگیم. او دویده میای با ما کمک میکنه. گوش کن من پیشت هستم. هر چیزی که شوه هر بلایی که سرت آمده باشه برام بگو توکچه. فرق بین ما و تو میفهمی که چی است؟ تو در پشتت یک نفر داری که به او تکیه کرده میتونی. تو یک قهرمان داری. بگو که من کی را دارم؟ من هیچ کس را ندارم که به او تکیه کنم. حالا فهمیدی؟ تو چی میخوایی بگویی توکچه ها؟ هنده قدر وقت همه چیزا رو در قلبت جای داده بودی. تو میفهمی که ما چی چیزا رو تیر کردیم؟ یک بار از من پرسان کردی؟ خب به هر صورت
پشت مرا ایلا کو. ایلا نمیکنم ای که چی گپ شده باید برام قصه کنی. که این پولا را چه قسم بدی ساوردی. بس دیگه دستم ایلا کو. بس برات گفتم باید بگویی پولا را از کجا پیدا کردی؟ از کجا گرفتی؟ بگو. از اویگار گرفتیم. اویگار؟ نه چه قصه؟ اویگار خو مرده توکچه؟ بله مرده، اما پیش از مردنش از من یک کار خواسته بود برش کردم. چه قسم یک کار؟ ازم خواست وقتی که او با مرا یک چیز به انگره علی را کنم ما مکاره کردم. این پولم در مقابل مکار است. آل فهمیدی؟ نفهمیدم من این کارتا چطور باور کنم توکچه؟ من سرت باور کردن نمیتونم. او آدم در مقابل چشمای تو کده من چی کارا که نکرد؟ او در حق من چی کارا نکرد؟ چطور تونستی تو یک کارا کنی؟ نه تو چطور تونستی این کارم نمی کنی؟ مجبور بودم این کارا کنم سیفدا. مجبور بودم. فهمیدی یا نه؟ استاد شو گفتنی های من هنوز خلاص نشده. بلی این دهنگر چی را روان کردی؟ اعلام کن. باید برم بگویی. اعلام نمیکنم. تو چی کردی؟ پولای مرا دید کردی. تو چی کردی؟ پولای نزن پولای او وقت تو به من نگفته بودی که پدرم مردنی؟ فکر میکردم پدرم رفته برام پاخانه میگیره. من پاخانه میخواستم زیاد شک کرده بودم. البته او هم پاخانه سرخ. بعدن تو یک پاخانه را گرفته آمدی، اما راستش هدفم او قسم نبود. برات گفتم که به من پدرم پاخانه میاره. من این پاخانه تو را کار ندارم. با من چی؟ من این پاخانه سرخ را که تو دادی را نمیگیرم. او پاخانه سرخ را که پدرم داده را میگیرم. درسته سلیمان، در صورت خیلیش میکنیم که بره. خبر کن هیلایش نکن، پیش تو باشه. درست است، اما سلیمان خیالی را چی کنیم؟ بریم به طفلایی که در سر کستن بدیم. خبر کننده تا وقتی که پدرم برام پاخانه بیاره که تمیزاتی رو میکنم. همیشه به خاطر که مرا خوش بسازی تلاش کردی. همیشه از من محافظت کردی. خب بیادر دیگه چی کدم میتونه؟ دیگه ای که تو به من امانت پدرم مادرم بودی. خب خیلی مادرم پدرم قبرای اینا رو پیدا دانستی یا نه؟ این چی جریان داره؟ مرا کیده اینجا بسته کده. احمقا کجاستن؟ احمقا اینجا چه قسم آمدیم؟ با چی مده کجاستن؟ احمقا مرا به اینجا کی آورده؟ کی هستی بیاقل؟ بزدلاواری دست و پای مرا بسته کدی. احمق مرداری پیشونیم بیا که حقیقت برد بتا. کی هستی بگو برم جوابته. اکرم آفرین بچیم، مرا پیدا کردی. حالا مرا باز کن. حالا زود شو.
اکرم بچه منتظر چی هستی؟ حالا دیگه زوشو مرا واز کز اینجا. اکرم چی جریان داره؟ حالا بچه امزو شد است مرا از اینجا واز که حالا دیگه. ودت واز کردن نمیتونم به خاطر که تو را در اینجا مبسته کردیم. بچیم حالی اون وقت مذاق کردن است ها؟ حالا زوشو دست مرا از اینجا واز که. مذاق نیست ودت، ما تو را بسته کردیم. تو چی گفته میری لوده وازیه بگو. لوده گپ نزن بچه. همی قصه بیجاب میکرد. حالی یه جاب تو رام گفته بودم. تو با استغفرالله. اکرم بچه مرا از اینجا ایلا کو. بیبی هنوزم طرفم سیل داره. اگه دستایم واش شد باز من برایت کار دارم. ودت تو در اینجا به یک مدت باید مهمان ما باشی. ای تو چی میگی احمق؟ مرا چرا بسته کردی بچه؟ چرا مرا به اینجا وردی؟ تو دست داده چی هستی بچه؟ مشکل تو چی هست؟ مشکل چی هست؟ ودت از ما زیاد سوال نکو. به یک مدت زیاد لازم است که در اینجا باشی. فقط همیره باید بفهمی. تو چرا هر کار سر بدل خود انجام میدی؟ چی را بیاده؟ نفهمیدم. چرا دختره پیش گودال بردی؟ وقتی علی را دیدم گفتم به خاطر نجات از دختر استفاده کنیم. یعنی به خاطر نجات خود قسم کردی ها؟ وقتی دختر در خطر می بود باز نمیتونه سر ما حمله کنه. خودت خود دیدی اما تو شد. اسلحه خودت از زمین انداخت. این کار کردم که علی را دستگیر کنه. اگه در داخل می بود باز دانه دانه کل ما را از بین می برد. نه که تو دو طرف بازی میکردی. ساگ خواهی تو را همراه خود گرفتیم احمق. همراه چقدر خوبی کردیم از بیادر خود کم ندانستیم. پاداشی نمی بود بگو. می بود احمق بیادری ما می بود ها بگو اکرم. تو ساگی کی هستی ها؟ ساگی کی هستی احمق؟ ساگی کی هستی؟ تو ساگ علی هروغلو هستی همون تو نیست؟ ساگ علی هروغلوسی همون تو نیست ها؟ آدم پست. تو را از بین میبرم توتا میکنیم. دستایم با شواد تو را یک قسم نمیمانم توتیت میکنم فهمیدیانه. به تو باور کردن نمیتونم. همت تو را هیچ نشناختم. بله تو مرا نمیشناسی. تو ای که سر ما چی چیز آمده او رام نمیفهمی. به خاطر چی من ای کار کردم ای رام نمیفهمی. بله نمیفهمم. ای که ای پول چه قسم از اوی گار گرفته میتونی نمیفهمم. ای قسم حماقت چطور کردم میتونی ای رام فهمیده نمیتونم. من به خاطر مادرم کردم. گفتی به خاطر مادرت؟ بله به خاطر مادرم خارج از کشور زندگی نمیکنه. وضعیت اقتصادی خوبم نداره. ای پوله به خاطر مادرم که یک زندگی خوب برش آماده کنم گرفتم. چیزی را که سالها در خیالاتش بودم. به خاطر گرفتم که بتانم بدون بخاریم داخل او خانه گرم باشه گرفتم. بعد از فوت پدرم او بیشرف وقتی که در زندگی می آمد کل چیز خراب کرد. حالا فهمیدی که چرا گرفتیم؟ تو چرا گفت قبلا برم نه؟ این حالا فهمیدی؟ پس چی استادستی لق سعی میکنی گم شو. توکچه استا چه باید گپ بزنی؟ سیفدا بلیاز خدا مرا آرام بان. لطفا مرا آرام بان.
مادرم پدرم ما آمدم بچه خردتان آمد بچه بی خیر و بی وفایتان آمد شما سالاست که کارای مرا سیل میکردین در جایی که خو کردین ها اما مرا ببخشین من خونه میفهمیدم که شما در اینجا هستین اگه میفهمیدم فکر میکنین نمیامدم اگه میفهمیدم باز شما را قسم تنها نمیماندم حتما سر خاکتان میامدم بیادر خدا گناهکار فکر نکن تو در وقت بسیار خرد بودی بخی حالا بخی ایره هیچ وقت فراموش نکو بیادر دی زندگی هر قدر درد و بزرگ باشه بازم تحمل میکنیم اگر در بین آتش بسازیم بازم هیچ وقت شکسته قبول نمیکنیم در زندگی هر قدر که انسان درد ببینه به مو اندازه قوی میشه این دنیا سراسر امتحان است بیادرم چیزی که مهم است صبر و حوصله انسان دی زندگی است بیادر ای که چی وقت در زندگی چی اتفاق میفته یا چی میشه ایره فقط خداوند میفهمه تو که هر قدر فرار میکنی فرار کن اما از تقدیر نمیشه جای فرار کرد با یک راه میری به خاطر رسیدن اما در قسمتت جدایی نوشته است بازم با مشکلات مبارزه کرده هدفت تعقیب میکنی و به مقصدت میرسی راست است راست است در اول من تو را دشمن خود فکر کرده بودم لالا در منطقه برام گفتن یک ملاست که نمیمونه مواد فروخته شود گفتن که کل فروشنده های ما را گرفته سرشان توبه میکشه گفتم بچه می مولا کی است گفتم بخیزن که برم حقش بتیم یاشار تو چرا ای کار اعلام میکنی؟ با ملا صاحب وعده دادیم بیادر یعنی چی؟ ای چندمین ملا در منطقه؟ اما یک ملاست بچه
در منطقه پایین یک نفر به نام ملا علی است. خوب است. در او صورت خیلی با هم معرفی شدیم، در حالی که من آمده بودم از بیادر اصلی حساب کارهای غلط خودم میخواستم پرسان کنم، اما خبر نداشتم. به همون خاطر او شب با پالیدن تو پیش مسجد آمدم. به خاطر پالیدن تو او شب وقتی پیش مسجد آمدم اونجا عاشق دویگو شدم. وقتی با خود گفتم پیلوت بچیم تو کجا و عشق کجا، دوست داشتن کجا، بازده چهره انسان و فرشته آسمانی که به زمین پایین شده بود سر پیلوت عاشق شد. بی خبر از که میگن معجزه پشت آمده میرفت، اما من خبر نبودم. بزرگترین پرنده خوشبختی سر شانهایم بود، اما من خبر نبودم. لالای من و عشق من در این جای پیدا کردم. اما بالاخره به هم رسیدیم، هم عشقته و هم بیادرته یک جای پیدا کردیم. خداوندا 1000 بار شکرت. مادرم، پدرم، ما و لالایم یک دیگه خدا پیدا کردیم. 1000 بار شکر پیدا کردیم. بعد از این مثل گوشت و ناخون با هم دیگه یک جای هستیم. سلیمان هوروغلو کی است؟ برام نگفتی؟ ای قبر بچیم است. بیادره را که گم کرده بودم و سالا پالیدمش، اما پیدا نکردم. نامش سر بچه خود ماندم. بیادره کلانه علی جان است. سلیمان. لالا، هر چند روزم که گفتی قلبم در گرفته بود، اما حالا یک بار دیگه قلبم در گرفت. گفته بودی پدر سفدایی را از بین برده؟ بله بیادرم. بیادر، قبلا هم پرسان کرده بودم اما جواب ندادی. کوکسال چرا بچه تو را کشت؟ از قدر یک طفل خورد چی میخواست؟ کوکسال هدف اصلیش کشتن ما بود. خب به خاطر چی؟ کوکسال چرا بخواهد تو را بکشه بیادر؟ او فقط یک پیاده بود. کوکسال حتی مرا نمیشناخت. خواستن که تو را سر کوکسال بکشن، دلیلش چی بود؟ یعنی کسی که در عقب کارا بود کدام ابلیس بود؟ چی میخواستن احمقا؟ چرا؟ کی بود؟ برام بگو که برام مغزایش باد کنم. بگو که رفته انتقامش ازش بگیرم. پیلوت بچه، تو خواهد از یه چیزام خبر نداری بیادر. استاد علی را دوست ما فکر میکنی بچه؟ بیبی وقتی بفهمی که قاتل پدر ماست باز او وقت چی میکنی؟ پدرم است پیلوت بیادر. پدرم است بچه، پدر. گریان نکو بچه، گریان نکو. کسی که ای درد به ما نشان داده پیداش میکنه. او را پیدا میکنه، قوم و قبیل شبرش از بین میبریم.
پیدایش میکنم. علی هوروغلو، من از اینجا نجات پیدا میکنم احمق. از اینجا نجات پیدا میکنم، انتقام پدرم ازت میگیرم فهمیدیانه؟ علی هوروغلو، تو میموری، تو را میکشم لاودا. بگو لالا، بگو که امیال پیدایش کنم. بیبی قسم میخورم اگر 7 طبقه زیر زمینم رفته باشه پیدایش میکنم بیادر. بعد از انتقام بچه تو را میگیرم. انتقام بچه من بسیار وقت پیش گرفتیم سلیمان. ما کسایی که کار کرده بودن دانه دانه کلشان کشتم. خوب اینا کی بودن؟ او بیرحمایی که بیادر زاده مرا از بین بردن کی بودن؟ بیادرم بیبی بعد از قدر سالا به هم رسیدیم. درباره چیزا خوب میشه گپ نزن. بعد از ایده که درباره خود فکر میکنیم. خوشی یاره خوشبختی یاره با هم یک جای تقسیم میکنیم. امکان داره؟ بله پدر. از طرف مادر ما، از طرف پدر ما، به یکی دیگه ما امانت و یادگار فقط هر دوی ما هستیم. دی دنیا دیگه هیچ کس را نداریم. پدر، با یک چند روز گفتی اما زیاد وقت اینجا می باشیم؟ یام دروغ است نی؟ دخترم صبر کنین مگه پا خلاص میکنم. بازم به خاطر خوبی من میکنین و دلیل کل دروغ همین گپ است. ودت خود اسپیر کدن. خوب علی، مانی او چه قسم میشین آقا؟ ما با کم وقت ضرورت دارم جان. ایک علی چیره چقدر میفهمه باید خبر شوم. از پیلوت خبر شده می بس نیست. چیز اساسی را که من میخوایم پاس کردن کارم امرای ارنیکو از جان. اگه هنوز میره نمیفهمه باز یک شانس دگام دارم. خوب است اما شما خودتان کارتان هیچ وقت بعد از 3 شانس نمیمونده. بازم نمیمونیم. ودتا فقط به خاطر که علی را نکش اختطاف نکدیم. با فعلا هم قدر که بفهمی سعیست. آقا کرد، بالای راست قدم مانده. از ودتا نظام خبری نیست. آقا کرد بسیار ترسیده اما تو نیست؟ خوبم علی. ودت علی را از بین میبره. مال خود علی گم است. همراه علی چی میکنی؟ ای دوتا بیادر البته که یک روز با هم شیشه و گپ میزنن و موضوع حتما بالای اردنیکو میای سارب. علی و پیلوت بالای یک زمین پر از ماین قدم میزنن. بدونی که انفجار نشه پیش رفتنشان ناممکن است. یکی از اونا 100% بالای یکی از اون ماینا پای میمانه سارب. بازم او وقت حتما یکشان از بین میرن. لالا، حال خود تو قاتل بچه تا پیدا کردی، کشته انتقامتم گرفتی، اما من هنوز ای که قاتل پدرم کی هست نمیفهمم. خب نامش چی بود؟ یعنی او کسی را که پدر میگی نام او آدمی را که تو را بزرگ کرده و پرورش داده چی بود؟ نامش، مقامش بسیار زیاد بود، بزرگ بود. میفهمی او را دی دنیا چی صدا میکردن؟ علی؟ راستش شما خوب هستین؟ خوب هستیم سفدا. او هم به اندازه که هیچ وقتی قدر خوب نبودیم. همتون نیست بیادر؟ بعد از قدر سالا به هم دیگه رسیدیم لالا. ای هم سوال است که پرسان میکنی. خوب هستیم. 1000 بار شکر. خدا را شکر. زیاد خوش شدم. واقعا زیاد خوش شدم. زیاد خوش شدم. دیگه یکی از تشویشم مردم علی. تشویش نکو. قسمه که گفته بودی شد.
ملاقات ما چیزی که فکر کرده بودیم زیاد بود. 1000 بار شکر. 1000 بار شکر. و ها از تو هم پیلوت، چشمایت روشن. به خاطر تو هم واقعا خوش شدم. بخیر باشی ینگا. راستی به یاد داری بیادر؟ چیره؟ وقتی از یک دیگه خود خبر نداشتیم اولین لحظه که با هم مقابل شدیم. دگرات شویگار او شوا چطور فراموش کردم میتونم. همی که در چهره دیدم باز یک حس عجیب برم پیدا شد. با مامام تو بچم تو کی هستی ها؟ بسیار عجیب بود. اما انسان وقتی قسم گپ میزنه باز فهمانده نمیتونه. لالا تو در اونجا چی کارایی که نکدی؟ از اونجا چه قسم فرار کردی؟ بیخی در پیش چشم ما بودی. دقیقش نشو سلیمان، باز بعدن برات میگم. چطور دقیقش نشو؟ در تاریکی دیدی؟ تو هم خود دیدی نه ینگا؟ این آدم در تاریکی میدید، نه که نمیدید؟ میدید. او ربان تو در تاریکی میدیدی اما او دیگره چی تو کدی؟ چی ده؟ چراغا را چی تو کدی؟ یعنی او چراغای ترافیکی رو میگم. آی چیز مهمه نیست سلیمان. نه خیر نه، والا بگو ببینم چی رقمی کار کدی. در سویچ بورد یک تبلیت هست، برو برم بده. میاین نزدیک میشن. آمدن میاین. اینو بگی هر چیزی که گفتم اونا میرن. از اون دموتر بشینین. حالا ویدت اینجا چی گفت؟ بدوین دو چوی. حالا وقتی که ما برات گفتم باز دکمه طرف راست فشار. همیاله کدوم؟ او کارم ما نکردم. ما گفتم چه قسم میشه سیف دامو تو کردم. ده اصل به هم اعتماد کرده ای کار کردیم نی؟ لالا من خو گفتم نه ده اولین بار که دیدم حس عجیب داشتم. باز کاملا وقتی دویگو را دیدم با او کاکای پیرکی بازم هم متحس داشتم. کدام کاکای پیرکی؟ شما در او جایی که بودین، در او خانه نزدیک کو، شما همراه سفدا. بچم تو کی هستی؟ من اونجا به خاطر کاری که اویگار گفته بود آمده بودم. وقتی اونجا کاکای پیر را دیدم او طرف شو پیرکی. اونجا یک حس عجیب داشتم. آی تو چطور باید داشته میتونی سلیمان؟ او تغرل پدر بود در یتیم خانه. باید داری نه تغرل پدر. تو چی میگی؟ آی من چطور را شناخته نتونستم؟ آی حالا یک دفعه بریم ببینیمش. حالا رفتن نمیتونیم. او از دخترش خفه بود. امرای هم دیگه آشتی کردن و دختر خود خارج از کشور برد. پیلوت یک گپ دیگه. دویگوی گپ میفهمه. چی را؟ خو ای که با هم بیادر هستی؟ لالا ینگه حق به جانب است. تو خواهال به کسی که دوستش داری مژده دادی. ما هم باید رفته به کسی که دوستش دارم مژده بدم. چی گفتی؟ بیا از او هر وقتی که میخوایم امروی و خوشی های من تقسیم میکنم. درست است. حالا برو. تو برو با دویگو بگو. بعداً باز خانه بیا. درست است؟ البته که میایم. امکان داره نیایم. بیا در زاده امام یه قسم شکم سیر در بغل میگیرم. حالا دیگه خداحافظ. زیاد هیجانی است. خب حالا دیگه برام بگو از تشویش کم است انفجار کنم. تو با پیلوت چی قسم گفتی؟ پیلوت به تو چی گفت؟ برای چی جواب داد؟ حالا بگو. صبر کو، آرام باش. کل چیزا برات میگم. دویگو پیلوت تو در اینجا چی میکنی؟ چیز علیحان پدر، یعنی آقا علیحان. های والا یک موضوع بسیار مهم بود. من خواستم امرای شما شریک بشم. چی گپ شده پیلوت؟ دویگو تای بیادر ما پیدا کردم. بیادر ما پیدا کردم دویگو. میفهمی او کاملا در پیش چشمایم بود اما من نمیشناختمش. دویگو میفهمی چیزی که تو میگفتی اما قسم شد. دویگو در پیش چشمت بوده؟ بچم نه که تو بالای سر ما بلا هستی. ما برای چی میگم تو چی میکنی؟ بیا یک بار آرام باشی. جذابته که میخوای چی بگی علی؟ تو دخالت نکن. فهمیدی چی؟
دیگه علی هان پدر، اگه میخوای لط کو، اگه میخوای دو بزن، اگه میخوای قارشش در قصهش نیستم. ما بیادر ما پیدا کردیم فهمیدی یا نه؟ بیادر ما پیدا کردیم، میفهمین؟ بچه تو چی چطیات میگه؟ نه که وداد بیادر تو نیست. بله؟ یعنی کسی که مرا اولاد قبول کرده بود، کسی که مرا تا این سن رساند، کسی که مرا بزرگ ساخت، کسی که مرا پرورش داد، او وداد بیادرم است. ما بیادر اصلی ما پیدا کردم، بیادر اصلی ما. گفتی بیادر اصلی تا؟ کی است بکنه اگه نه دیوانه خود شدم؟